کوکو ساده مغزدار یا توپر یک غذای ساده، خوشمزه و سالم. سبزی کوکو از هر نوعی که دوست داشتین پاک کنین، بشورین و خوردش کنین با یه دستگاه یا اینکه با کارد آشپزخونه. من بعد از اینکه سبزی رو خوردش کردم توی ظرفی میریزم که مواد دیگه ای هم که میخوام روش بریزم. اگر یادتون باشه من یه ویدیو برای سیر داشتم، سیر تازه، و اینها قسمت سبز و سفید ساقه سیره که فریز کردم و ویدیوی آموزش اونو قبلا گذاشتم. فلفل سیاه و نمکم به اندازه کافی بنا به ذائقه خودتون اضافه کنین. من برای این مقدار سبزی 4 تخم مرغ اضافه کردم. سیر کوکوی سبزی رو خیلی خوشمزه میکنه. اگر ساقه سیر نداشتین میتونین چند حب سیر رو رنده کنین، رنده ریز کنین یا خورد کنین ریز، یا اینکه توی دستگاه بریزین و با سبزی خوردش کنین. بعد توی تابه‌ای که روغن ریختم و روغن هنوز سرده یه مقدار از این مایه رو میریزم. چون میخوام وسط اون مغزدار باشه یه مقدار از مایه رو میریزم. نصف مایه رو توی تابه ریختم. یه مقدار گردوی خرد شده روش میریزم. برای ماهیتابه های سایز معمولی من 7 عدد گردو رو خرد کردم و یه مشت زرشک شسته شده تمیز شده روش میریزم. بعد بقیه مایه سبزی رو میریزم بلافاصله روش. این کارها رو همه رو باید خیلی سریع انجام بدین چون تمام کوکوی سبزی باید با هم بپزه. حرارت هم کاملا کم باشه. در تابه رو میذارم تا کامل بگیره. خب حالا ببینین روی کوکو هم گرفته. کوکو رو بر میگردونم. کوکو رو با هر وسیله یا هر مدلی که دوست داشتین و میتونین برگردونین. من توی سر قابلمه بزرگتر برمیگردونم و بعد کوکو رو دوباره توی تابه میذارم. درشو میذارم و وقتی کاملا پخت اونو سروش میکنم. این کوکو جای همه شما خالی بسیار خوشمزه است. کوکوی سبزی خوش‌طعمه، هم به خاطر ساقه سیری که توی اون داره هم به خاطر مواد میانیش. خود سبزی کوکو هم که کاملا خوشمزه و خوش‌طعم و سالمه. دوستان عزیز بازم جاتون خالی و خدا نگهدارتون.